حمد و ثنا و ستایش مر آن خدایی راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، باز هم با پیشکش نمودن مبحث جدید در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، قتل آن چیزی که واقع میشه توسط انسان ها، گاهی الله متعال این قتل را قتل حق میداند و امر میکند، مانند قصاص ها، و بعض وقت این قتل های عمدی هستند که عواقب بد را در پیش روی خود خواهد داشتند. روی این موضوع میخوایم که بحث داشته باشیم امروز در برنامه والعصر. مهمانان عزیز چون جناب استاد محمد کریم ادیب و جناب مفتی صاحب مدثر صفایی امروز در برنامه با ما هستند. هر دو مهمان عزیز میگم که بی‌سزا خوش آمدین، صفا آوردین و ماندنی باشین. سلامت باشین. بی‌سزا تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما موندین جناب مفتی صاحب، جناب استاد. بی‌سزا خوش آمدین. جناب استاد، از شما آغاز میکنیم. همونطور که یاد کردم پیرامون قتل در پرتو فقه اسلامی خوب از بالایش بحث صورت بگیره. اول بیاین قتل تعریف بکنین، انواعش بر ما بگوین، بعد از انشاءالله که به بحث ورود میکنیم. جزاک الله خیر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. الآیه. در قدم نخست خدمت شما و جناب مفتی صاحب و همه بیننده های تلویزیون ملی افغانستان، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. یکی از مباحث مهمی که واقعا زندگی بسا انسان ها را به وخامت، به وحشت، به بیم، به ترس و هراس می اندازه و حتی امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به چالش میکشانه. بحث بیم قتل و وقوع قتل در عالم و خصوصا در میان امت اسلامی و یا در یک مقطع خاصی از زمان و مکان هست. بله، یقینا. از این جهت لازم است که امت اسلامی، جوامع انسانی باید قتل را، پیامد بد قتل را و عواقبی که در نتیجه قتل و قتال به شکل فردی و اجتماعی در جهان ایجاد می شود بفهمند. اما قتل چی هست و قتل از لحاظ فقه اسلامی و خصوصا فقه مذهب ما به چند نوع است؟ قتل لفظ عربی هست و کسی که این فعل بسیار بد و فعل بسیار شکننده جوامع انسانی را انجام میده او را گفته می شود قاتل، یعنی قتل کننده. و شخصی که قتل می شود او را میگن مقتول. و خود قتل در لغت به معنای کشتن است به زبان فارسی ما، یا بر زبان پشتوی ما گفته می شود وژل. اما اصطلاحاً قتل ازحاق روح الآدمی بفعل آدمی آخر. قتل ای است که یک انسان روح انسان دیگر را بکشه، یعنی کشیدن روح یک انسان توسط انسان دیگر به نام قتل یاد می شود، یا کشتن یا وژل. و این ازحاق روح باعث می شود که انسان میان ماده و معنا فاصله و جدایی بیاید. بله. چون انسان موجود دو بعدی است که یک بودش فیزیک یا جسم انسان است، ظاهر انسان است، یقینا. و یک بود انسان بودی معنوی است که او را روح گفته می شود. پس هرگاه رابطه میان جسم و روح قطع شود گفته می شود موت، و کسی که اینمی عمل را قصدن انجام بده و باعث ازحاق روح یک انسان از وجود شود گفته می شود قتل. بله. اما اگر به قضا و قدر الهی است بدون کدام سبب، بدون مداخله کسی، بزرگ من حیث مجموع ما موت یا مرگ میگیم. اما اگر که در اثر مریضی ها فوت کرده باشه، عمرشون پوره شده باشه. بله. اما یک انسان در کشیدن روح یک انسان به هر وجهی که بوده باشه نقش داشته باشه را باز گفته میشه قتل. پس قتل ازحاق روح انسان توسط انسان دیگر است. و خود قتل که یک انسان دیگر را حیاتش به پایان برسانه و باعث جدایی روح و جسم شود و دیگر فعالیت نتانه و او بالاخره سپرده شود به
عالم قبر، اینمی عمل از دیدگاه فقه اسلامی و خصوصا فقه مذهبمان به 5 نوع است. بله. یعنی قتل من حیث مجموع 5 نوع است. نخست قتل عمد داریم یا قتل قصدی، دوم قتل شبه عمد است و سوم قتل خطا است، چهارم قتل جاری مجرای خطا است و پنجم قتل به سبب است. قتل قصدی یا عمدی به قتل گفته می شود که یک انسان قلباً ارادتاً نیت کشتن و از بین بردن یک انسان داشته باشه. و این از چی معلوم می شود؟ از وسایل و اسباب. هرگاه یک شخص به چنان وسیله یک شخص را میزنه که در نتیجهش او انسان کشته می شود و او وسیله و آله‌ای که به کار برد او آله قتل است، آله برای از کشتن است، پس اینمی قتل گفته می شود قتل قصدی و عمدی. مثلا اسلحه است، چاقو هست، تبر است، تیشه است، چیزای دیگه که جرح میکنه و انسان از بین میبره. اگر یک انسان او را به دست خود گرفت و یک انسان دیگر را زد و در نتیجهش او از بین رفت، بدون شک انسان قاتل است داشته که و این قتل قصدی و عمدی گفته میشه. چون نیت چیزی باطنی است. انسان نمیفهمه که آیا در قلب از این کشتن از او بود یا نبود، اما از چی معلوم میشه؟ از آله و وسیله معلوم میشه. اگر آله و وسیله برای کشتن بود، برای قتل بود، برای جرح و ضرب بود، بدون شک که شخص قلباً هم ارادی از بین بردن شخص را داشته. دوم قتل شبه عمد است، قتلی که مشابه به قتل قصدی است و این قتلی است که شخص یک انسان به یک وسیله میزنه که از بین میبره اما او وسیله برای قتل نیست. مثلا یک چیزی بسیار گران و وزمین یک سنگ میگیره، سنگ برای کشتن نیست و ممکن یک نفر با سنگ وزمین میزنه در نتیجه کشته میشه. پس این قتل شبه عمد است، یعنی به قتل قصدی نزدیک است. و سوم قتل خطا داریم. قتل خطا ای است که شخص نیت و ارادی کشتن شخص را نداره اما خطااً و اشتباهاً در نتیجه عملی ازی، در نتیجه ارادی یک شخص دیگه از بین میرود. و این قتل خطا باز به 2 قسم است. یکی خطا در اراده است و یکی خطا در فعل است. خطا در اراده ای است که یک انسان میخواه که کسی را از بین ببره، خودمی ارادش یک شخص دیگری از بین برده میشود. مثلا جهاد و مبارزه است، میدان نبرد است، مجاهد راه اسلام میخواه که دشمن را بزنه، در نتیجه زدن دشمن یک مسلمان دیگه او طرف کشته میشود. پس این گفته می شود خطا در اراده، یعنی ارادی قتل داشت که انسان از بین ببره اما اون نفر ارادهش نداشت، دشمن میخواست بزنه. خود در نتیجه زدن دشمن این مرمی اصابت میکنه، انعکاس میکنه به جان یک مسلمان میخوره. پس این قتل خطای در اراده شد. دوم خطا در فعل است، یعنی ارادی کشتن یک انسان را نداره اما ارادی انجام یک فعل را داره، در نتیجه انجام فعلش یک انسان کشته میشود. مثلا یک انسان است مثلا شکار میکنه، اما ایجا ارادی قتل نداره، ارادی شکار را داره، میخواد شکار کنه، یک بار تفنگ چری است ولی در نتیجه شکار یک انسان دیگه زده میشه، مرمی میره به یک جای میخوره که در نتیجه یک انسان کشته شد. پس این قتل خطا هست ولی خطا در فعل است، اراده کشتن بیخی نداشت. و چهارم قتل جاری مجرای خطا است، یعنی قتلی که تقریبا نزدیک به خطا است یا جای خطا را میگیره یا به مسیر خطا میره. و این قتلی است که مادر گاهی اوقات مثلا به عوضی که طفل خود درست مواظبت بکنه، شب در پالی خود طفل کوچک خود مثلا استراحت داده، شب یک دم منقلب شد بالای طفل خود، افتید، در نتیجهش طفل از بین رفت. در اینجا نه ارادی قتل داشت نه فعلی قتل داشت. پس این یک نوع قتل است که به خطاست اما خطایی که محض نیست بلکه جاری مجرای خطا، یعنی برای خطا رفت. و پنجم قتل به سبب داریم. قتل به سببی است که انسان یک کار دیگر انجام میده و او کار باعث قتل یک انسان میشه. مثلا یک انسان در یک جا چا کنده، کسی خبر نیست، آمد در چا افتید. پس چون 4 نفر کندک خو نفر دیگه آمده چا افتید، این قتل به سبب شد، یعنی عامل قتل باعث قتل کی شد شخص دیگر. بسیار تشکر. این من حیث مجموع بود قتل و انواع قتل. پس قتل کوتاه ازحاق روح یک انسان، کشیدن یک روح یک انسان به اساس عمل و فعل یک انسان دیگه است و از لحاظ شریعت 5 صورت خود را داره که قتل قصدی هست، شبه عمد است، ان شاء الله سر عواقبش میریم که کدام عواقب متوجه کیها میشه ان شاء الله که برمیگردیم.